روزی روزگاری در 5 فوریه 1985 پسری به نام کریستیانو رونالدو در جزیره زیبای مادیرای پرتغال به دنیا اومد. از همان کودکی رونالدو نشان داد که علاقه زیادی به فوتبال داره. او ساعت‌های زیادی رو تمرین می‌کرد تا به رویای خودش برسه. رونالدو در یک خانواده ساده و فقیر بزرگ شده و با چالش‌های زیادی مواجه بود. با این حال اراده و عشق او به فوتبال هرگز کمرنگ نشد. رونالدو در سن 12 سالگی تصمیم می‌گیره که به لیسبون بره تا در آکادمی اسپورتینگ بازی کنه. این حرکت سخت بود اما لازم و گامی بزرگ برای در جهت تحقق رویای کریس بود. با وجود دلتنگی برای خانه، تلاش‌های او نتیجه داد و به سرعت به یکی از بااستعدادترین بازیکن‌های جوان پرتغال شد. فرصت بزرگ رونالدو زمانی پیش آمد که استعدادیاب‌های باشگاه منچستر یونایتد او را دیدند. در سال 2003 او با این باشگاه انگلیسی قرارداد امضا کرد و این آغاز یک دوران حرفه‌ای او بود تحت هدایت سر الکس فرگوسن. رونالدو در همین دوره مهارت‌های خودش را تقویت کرد و به سرعت به یک ستاره جهانی تبدیل شد که در این بین رئال مادرید خواستار کریستیانو رونالدو شد و در سال 2009 کریس رونالدو به باشگاه رئال مادرید پیوست و در اونجا رکوردهای زیادی رو شکست و عناوین متعددی از جمله توپ طلا و کفش طلا رو کسب کرد. سرانجام رونالدو بعد 10 سال مادرید رو ترک میکنه و در سال 2018 رونالدو به یوونتوس میره که در اونجا هم به رکورد شکنی‌های خودش ادامه داد و بعد از یوونتوس در سال 2021 به منچستر یونایتد دوباره برگشت، ولی به خاطر بی‌احترامی‌هایی که دید و بعضی از مقام‌های اون باشگاه که به اون بی‌اعتنایی می‌کردن اونجا رو ترک کرد و در سال 2022 رفت به النصر عربستان. همچنان رونالدو در سن 40 سالگی عین جوونیش میدرخشه، چه در باشگاه و چه در بازی‌های تیم ملی. رونالدو علاوه بر این که در دنیای فوتبال اسطوره خاص خودش هستش، در غیر فوتبال هم او رو به عنوان مردانگی و سخاوت و اخلاق مهربونش میشناسن. اگه از این انیمیشن خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید، چون در آینده کارهای خفن‌تری تو راه هستش.